رشیدی رفتیم دادا؟ رفتیم سخت حرقه آفرین بچه ها قطار اول می نویسم اکن خواندن و نوشتن عددها در دایره 10,000 خواندن و نوشتن عددها در دایره 10,000 شایسته قطار دوم شما می نویسین 5 عبارت درباره تابستان 5 عبارت درباره تابستان نویس کسی نفهمید در شایسته پرسد شما نویسته انگره نازمن میام با به ترتیبی نکنی حوزی خاله شمیگل تو نمیاید حوزی معلم بیا درس میپرسه شما نوشته استیم خاله شمیگل و این صنف 3 عباره می نویسه صنف 4 مسئله حل میکنم شینه بچه ها شیرین نقل کن حکایه رفیقی بد نام دارد دو بچه با هم رفیق بودند یک یحیی و دیگر مجار نام داشتند یحیی بچه فربه و مجار لاغر بودند مجار چست و چالاک و تیزدو بود ولی یحیی از جسته کلانش نمیتوانست که تیز حرکت کند و دایم از دوستش کفا میماند از این رو دایم از مجار طعنه میشنید روزی از روزها آنها برای هزونچینی به جنگل میروند دیرکتری مکتبتون هست؟ شیرین چی خب کردی؟ نقل کن وقتی که خیز از سر یحیی دور می شود مجار برادر ای برادر بخشیش که یک از زمانان کردم تو خطا کردم بخشیش خطا نکردی ما همراه چند سال پیش یک جا سفر کرده بودیم بشین یوسف معلی ما اسکندر و مکه مرا یا مانان کردم تو خاطرتون نقض بوده اینه که شما را به رسترخان جدا شده بودیم یادتون است بعد من رفتم مسکو شما موندین اونجا ده یاد دارم کجا رفتین چی کار کردین در مکتب در مکتب چی درس میدادین درسم میدادم درسم میگرفتم درسی زندگی مکتب رنگی بزرگ بود است کو قریب رنگی بزرگ قریب فقط دیوالهایش کمتر بلندتر سیمخور پیچیدگی تو چی خیلی؟ از بزرگ نمیبرامدیم یک روز قطعی بچه ها خواستیم که میدان صوف رویم پدرم رفتگی بدیم گفتن که رفتی حتما لنینه زیارت کن بسیار خوب تقدیر نکردیم 2-3 مرتبه رفتیم در موزله محکم هیچ گپ نداره دفعه دیگر میره پدر پرسیدن میگم که زیارت کردم و یا یک جا میدونن نی مستفیدم سین و سالشون به یک جا رسیدگی تا 80 پدری من هم مجار میگه چی گرد یحیی میگوید بیدان کی رفت معلم شما را دیرکتر میپرسه بازی
شین شیرین شما نوشتن ادام تل باز من میام سلام معلم دعوت کردین؟ دراشین سلام علیک معلم و علیک گوش میکنم معلم لبای آدابی سلام قرض و فرضی همسایگی هست علیک تو نگرفتون کو تو چی قدر مغروری مثل همو پدرت و اکد یوسف چی گناه کردین؟ من در سایه شما در کار ندارم ای چی گپای؟ آتت در زندگیش در گورستان قاف شکندی یعنی می گورستان بند محکم کردی به جای همون گورستان در و دیوار خانه تانه انداوه کنی نمی شود در کدام کتاب؟ در کدام قانون این اجازت یافتیم؟ به مسجد و معرکه های قشلاق نمی رفتگیتان کم نبود که با این نغمه را سر کردین این امری دادن بود اما مثل دادت وارینا بیلیت های کمونیستیشان پرتافتن و ریش و فش ماندن حالا ای بالای جای نماز نمیخیزن آردین و میدلاش به خودش نصیب کنه فهمیدی؟ اون مملکتی که شما کتگی کرده میگشتین دیگه نیست تمام شد خوب اگه دولت شما من وقت ندارم دیگه گپا گوش کنم معلم وقت داری کو روزی دراز در قبرستان بگردی وقت داری کو کودکا در افسانه بگی ما نگفتیم که بیاین در ساختمانی مسجد خوش شوین نگفتیم کو این قشلاق صاحب داره میفهمی؟ این قشلاق قایده های خودشه داره اگه مرگ و مرده و جنازه گفتنی گپا هست انا اوجا مسجد به کار میروه احتیاط کن بچه نظر با مرده آتت بی صاحب نمانه ای گپای بهده را افسانه‌گویی خوبتره معلم برای آدم شیدن راه نشان میتن کار نشان میتن که رنگ اکای تو در میانی راه نمانه آدم شوه افسانه چیه؟ شعر چیه که او آدم نشان میته نه؟ چیه؟ جیانی مرا بیراه نکنی یک بار با یوسف دخالت کردین همو را بدبخت کردی هم خواهرتونه ای کسافتی شما یوسف با کار هستید تو کسافتی را چی میدانی؟ چی کاری بد کردیم؟ پولی رخش دادیم که رسیه بروه آدم شوه نوچه یافته بخیره اگر همو پدرت به عقلی نمیکرد یک بار دیگه خواستگاری میامد همون خواهر من گرفته میدادم همو در یا بچه بشین یا بچه بشین اینجا مکتب است حال خرزار هم هستیم چقدر؟ این تو در دخل نداره پگه خودش که اومد ای خودش میپرسی اگر تو ای آدمی به ناموس و بننگ باشی چوه خانه خواهری من در آمدی؟ ها؟ برای چی در آمدی؟ بدنام کنی یکت بس نبود که با تو سر کنی اندیشه کنین معلم آگاهتان کردم برای همین دعوت کردین چیکار کنم آمد گفت که با تو گپ دارد نمیگفتم در این نزدیکی به زن و زنی گپ زدین اگر یوسف هم سخ سلامت می اومد من یک روز پومده مکتب نمیموندم بکی تنگی کرد همین گورستان و قبر بگه خونه بین این چیه؟ این عریضه من سمندر 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 به عقل نکن ایست به عقل نکن سمندر سرداد خانوف آخر من حقوقی امضا کردن عریضه تو رو ندارم شما میگن چی رو پای؟ کی رو بگردم؟ معلمه بگردان کدوم معلمه؟
یه چند بغل داری سمندر هست. سمندر ها؟ سمندر. سلام. سلام. مونده نباشه. سلام. سلام. Самонадара. Здравствуйте. Чарли, привет. Салам алейкум. Шмучкари. Спасибо, нормально. Спасибо. Товара продал? Да нет, никого нету сейчас в кишлаке. Ничего, ничего. Вот. А это что? Это вот для дела. Это. А деньги? Это не товар. Деньги не хочет, окей? Это Как? товар. Это подарок для дядя. Это моя подарок для дядя. 我的礼物给叔叔的, окей? 不需要钱. Ли, товар не возьмешь? Сейчас никого нету в кишлаке. Никто не купит. Через 3 дня я еще раз здесь. 3 дня, окей? Ли, никто не купит. Ничего, ничего. Через 3 дня, 3 天以后我来这里, окей? Давай я их загружу. Ничего, ничего, окей. Ли, подожди. Ли, 3 天以后来, окей? 再见, друга, окей? اینقدر ای مکتب بر وقت آمدی امروز؟ من آمده الکی خبر آوردم. دادا نمیخوام دیگه معلمی کنم. یوسف که کسب معلمی را خار کرد خار شد. تو که معلمی خوبی. من معلمم دادا نه کودک بوم. میترسم که به نزدیکی در قشلاق معلم به کسی در کار نمیشه. بچم انسان به معلم قوم به معلم دهه‌ای به معلم مثل مرده است. ودود امروز آمده بود. با ودود و 7 پشتی او چی کار داری؟ تیز روی نکرده باشی با؟ نه دادا افسانه و شیرخوانی درسای ما را احمقی حساب میکنه. دوری ما عجب تیز گذشت. ساده بودیم. باور میکردیم که با زودی همه را برابر سوادناک و خوشبخت بکنیم. فکری خوب داشتین لیکن به زمینه. دادا یه سوال دارم. چی با سبب قرضتون به ودود نمیگین؟ چی با برای یوسف دویم باره به خواستگاری هدیه نرفتین؟ همین قبرمو برای چی کندین؟ خب تو میتونستی با آدمی خویش و تباری کنی که با تو و کسب تو نفرت داره. چی گفت؟ وقتی برای یوسف خواستگاری رفتم گفت که مگر معلمی هم کسب است؟ آیا نان معلم حلال است؟ من هم دیگر گپی نیافتم. فکر کردم که دنیا به آخر رسید. برای قبر باشه نترس. خریب آمد بعد میفهمی. Уважаемые пассажиры, просыпаемся. Проверка документов. Мы подъехали границу Казахстан. Бедор мешавем. Хамас, хо бедор мешавем. Тафтиши худжато. Бедор шудем, Акаджон. Просыпаемся. Акаджон, бедор шудем. Тафтиши худжато. Просыпаемся. Просыпаемся. Проверка документов. Просыпаемся. Проверка документов. Құжат тексереміз. Құжаттарыңызды дайындаңыздар. Құжат тексереміз.
Құжаттарыңызды дайындаңыздар. Құжат тексереміз. Құжаттарыңызды дайындаңыздар. Құжат тексереміз. Құжаттарыңызды дайындаңыздар. Свое царство, государство, государство, пир собрали, в трубу затрубили, в пушку запалили, и был пир такой. آفرین. بیام خونتون برام تکیدش. رحمت معلم. وحشته. Yok, çatal kavukta işlekiz. Xay Şirin. Xay Muallim. بیا این داره. این خانه ای به صاحب در چخل بودرم. ایقات شاده گودک کجا آمد؟ دیگه درسم نروه. درس خانی هم نمیمانی. باشه دخترم. گوش کن دختر. من یک بار گوش کردم. من ترا آگاه کردم که دیگه یگان خیل درسی ایلاوگی پیلاوگی نمی روه. اگر شد که آمد بعد معلوم میشه که می روه یا نه. دختر فهمیدی یا نه؟ Ой, женщина, купите рыбу. Смотрите, какая рыба хорошая. Точки это полезно. Еще заняли наши места. Вставайте, вставайте, а ну-ка. Доча, что нам делать? Жить-то надо. Вы опять здесь? У них очень вкусная дыня. А сейчас мы должны сами продавать. Транспорта нет, таможня, граница. Что делать? Единственное, что осталось, таджикский поезд. Ой, таджики. Скоро мы сойдем. Что, опять остановите поезд? Это не мы. Это другие люди делают. Кетамиz. Ketamiz. Yürüyle kettik. Kodan vagonlarga borib sotib kelaylik. Yürüyle ketamiz. Samsa, marhamat. Не испугалась?
سب. ای رحمت چی نام داری؟ شیرین. شیرین؟ چه خیلی نامی خوش رو؟ اکا بیاین با ما چای خوریم. رحمت من نوشیدم. رحمت خسته یوسف امشب نیامد. لبای دادا چیزه گفته؟ بابا بردی؟ دادا صندوقی مرکشو. برای چی؟ درونش یک تغییرک هست. یک قوطی لیزوایی نو هم دارد. صابونم هست. همه ها را بگیر. صابون تو نبردون دادا. ریشگیرک تون دا اونجا. ناوشا چیکار میکنی؟ اونا برای سر و رویم. اونا را میخوام برای تنم بگیری. شب خیلی خواستم تنم تازه کنم. دستام دیگه قوت نکردن. میبخشه بچه. دادا چی بختون عذاب میتی؟ میگفته من خدمتی کارا میکردم. به پای آدم کودکواری میکرد است. ما هستم کو. شرم کردم. شدن دادا؟ شدو
دادا جون امشب مادرت در خوام اومد. وقتش خوش بود. گفت رفتیم. از جام خیستم که یکی یوسف پیدا شد. هوشم به یوسف چخیر رفتن نفهمیدم. اگر یوسف می آمد از این امانت خلاص می شدم. شیرچای خنک میشه. هم برای ما فرقی نداره که خنک باشه یا گرم. گرمی تو رو می باید. تابستان گرمی چی در کو؟ نمیگذاری که ما تا با آخر فکر رو بگم. دائم شوخی میکنی. مرا چند شبیه که در خیالم گذشته ها میگوید. مرا مرده باری خواه میبره. سمندر به نشانی های یوسف تن میتون اگر زن بگیری. دیگر فکری او را نکن. چند سال گذشت. نصیب ما همی بود است. دختری محمرات 13 تمام کرد. در این قشلاق به غیر تو جوان دیگر زنگیری نیست. منم محمرات گفتم. او گفت زنم میدانه. دادا بچه های قشلاق همش مده مثل دودر و خواهران. خوبش به شهر روان خونان سوی بگم کس شوان. همی محتوبی را میبینم خیال میکنم که خواهرم باشه. تو کی کلان میشوی؟ برای مرشد هیچ کجا نرفتی. سمندر اکای محمورات اومدن. بگوش بیایه. سمندر او سمندر سگ نداره رئیس؟ نه بید همه بروشون نمیدونم. میگم رئیس بخوی خوش نباشی. نه سلام رئیس. سلام. بیاین. سلام. رفیق وایسف ایران آمده. مرحمت خونه گذارین. وقت نداریم. ما برای سنجش آمدگیم. بعضی شکایت ها رسیدگه. چیکار شکایت؟ سوداگری هم میکنی ها؟
نه اکا وقت ندارم. نباشم یا کیم؟ ماشین اخی توی دمی قشلاق ویران شده بود 3 شب در خونه مون. با باروش همینجا من گفت یکی اون کس میخره. ولی پاتنت هم ندارم بگو. چی خیلی پاتنت؟ پاتنت سودا. اکا من سوداگر نیستم. نباشم یارو چی خیلی میفروشی؟ با کسی در کار باشه اومده اینجا میگیرم. بعد پولشم میارن تو دمیتا. خب با ما او خیتویی اومد و خیتویی. با میگه من سوداگر نیستم. گپ دیگه مسئله. خود سمندری؟ خب ما پدرت نظر نمیداره؟ بله. اکاتون یوسف در روسیه محکمه است میخیل؟ یوسف چیزشی؟ اما اینجا گوش کن. من برای دیگه کار اومدم گوش نکن. از بالای خودت و پدرت شکایت اومده گه. ما چیکار کردیم که شکایت شی؟ شما برای پدرتون در زندگیش قبول کردین نه؟ خب دادم خواستم. برای آدمی زنده ها؟ قبول کردین. از کی اجازه گرفتین؟ خیلی اجازه. در قشلاق برای قبول کنی هیچ کی اجازه نمیگیره. معلش برای آدمی مرده اجازه نگیرین. نه مردی برای قبول کن. لیکن این زمین هم ماشین مال دولت های. برای استفاده بردن همین باید اول اجازه بگیری. لیکن در کیو در کجا شما دیدین کی برای آدم زنده قبول بکنن؟ و پدر شما اولیو نیستی کو؟ که اما خونه نساختیم کو. جای یک قبر نگاه داشتیم. یا من رئیس گوش کن. من اینجا وقت ندارم. 3 روز مهلت. قبر میگیرین بالاشون میپوشونین. محکم میکنین. خودت کنترل میکنن باشه. بعدم میرسونی. فهمیدی؟ من میتونستم از پروتکل کنم. دیلا و دفتر کنم گپ جنجال کنم. لیکن رئیس میگه پدرتون بسیار آدمی با اوروه. بله بله. برای همون. فهمیدی؟ انا میخوام کنین. معلوشون نکن دادم یا چی میفهمیده باشه. گوش که خود میدونی همین رئیس و کلانه قشلاقتون. مایلش. خب بینه نه؟ رفتیم اکی محمود. کارش شده بیشی. هم دست راسیله یا؟ این روز شنبه اکو درس نداره. ها اوتا تا ماشین خریده کو؟ این رختویی آورد. تو بچه دلیای سمندر. این خطوی قطعی هیچ گپ نمیزنه با؟ دیگه تو دنسا یافتی. ما به نظر خدا نیستیم اکا. عجیب عجیب داری. خای خای. آنه ترمزوش. بالا میکنیم. بالا میکنیم؟ هر دوشا. رئیس سمندر چیکارش کردی؟ خیزر اکی محمود رسیده. اگه خبرش بگی با تر نکده باشه. اگه به هر حال رئیس های. جوانه مرد. اکی محمود شیرچای نمیخره؟ شیرچای تای سرت بالا. سمندر خدا داد. دیگه آتش پشت نمیکنه که تماشا بره. همون سمندر زنی جنگی هم کم کم سور کخی تا اومدن شوش زیق نشوه. چی گفتی؟ بس کن سمندر بس کن بس کن سمندر بس کن بس کن من بری زنکتا بگیری تو میزنم میکشد خیلی های رنگی ها نباشید اون نیتره زورم گفته دیگه هر یک بیچاره را میزنی خدا تره بجای همه اون تای شلط بگوروش مانه خشید زنکتا بگی چکار میگن خبره برین برای اپاس کردم کار نداره تیچه برین میبخشین دادا دیر شد. شیرچای هم خنک شده. نمیخوام. کجا بودی؟
گرمش کنم محمرات نیامد محمرات آماده بود نه که ندور اومد چی با؟ قطعی هم میلیسه بود از قفای ما شکایت کردن کی؟ برای چی؟ برای منزل شما منزل ما کی را تنگی کرده است؟ چی به اونا رو پیش من نآوردی؟ دادا ما این منزل برای چی کنده؟ بعد میفهمی مرا پیش محمورات بر آخی نه اختان گفته که سرمت رو شو؟ سری من نمیگریزه حاضر بر مالش دادا انا دادا جان ایناش ترمز رفتیم بچه اویستا 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 چیکار میکنی بچه؟ سلام 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 بابای نظر سلام علیکم نه 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 سلام بابای نظر سلام موشین نو بگورم سلام سلام محمورات آقای محمورات السلام علیکم بیاین دروین دیدین دادا ما هیچ وقت فکر نمیکردم که محتابی که خشون میشود آیا دختر خب مهمون همیشه پیشواز میگیرن بیاین همین جان چی کارش کرد عرفاما بگو برایت گپ دارم اکای نظر بیاین درون جام راحت است ما همینجا میستیم سلام اکی محمورات وعلیکم چی به نظر آمده؟ کار داشتم ما میدونیم که خیلی کار چی به خانه ما میلیسه آوردی؟ من نیاوردم خودش آمد میلیسای رایان کاری قشلاق ما را به رئیس از کجا میدانه؟ اکه نظر من این وظیفه را نخریدم نه میراث گرفتم این خبرکش هم نیستم اکی محمورات برای کاری سحری بخشش میپرسم یکیشید خودم نفهمیدم از کودکی رنجیده است اوی یگان چی دارین؟ شیرچای بیار
ما خورده اومدیم. شما در بیاران شد. ما طاقت چای نمیخورم. محمود گپ دور نبر. نباشد خبری منزل مرا کی برده است؟ که نظر من کجا میدانم؟ که نظر بیا محکمش کنیم. بخدا کاری نقد بشود. اول درونش مرا میمانین. بعد این وظیفه برای من هیچی نیست. لیکن سمندر در بلا نمانین. سمندر لبای مرمان گپی خود مانا بزنیم. معلش پیش محتابی میرم. محتابی در خونه نیست. و شما یک در دارین. ای تریزا برو مادرم. چی با تریزا؟ ما آدم خیر نباشه. جوان مرد دختر نمیشرماند. ما او را که کودکیش میشناسم. رنگی خواهر مای. اکه نظر ها گفتم که رنگی کودکای. کودک؟ کودک هر روز خانه زنی شوهردار میرود. یک مردک که خودش دو برابر کلونه لطوکوف میکنه. این گپا راستم. نصرت برای تهمتش یاد شپوتی زدم. ای بچه دلی مکده ای. آدمی بدهنت گفتن در کار. شوش در خانه نباشه چی میدروی؟ خاله و شما میدونه که من و هدیه همسینفیم. برای دختر شیرین درس ایلاوگی میدادم. تو همین گپای دروغ اگجا میاری؟ دروغ؟ ما دروغ میگم. ما دروغ میگم. دیگرها چی؟ کاری اکات یوسف بس نبود که با تو سر کردی. اگر این فرشته هم باشه دختر ما با اون نمیتون. اما خواستگاری نامده. من وعده داده بودم که دخترتونه به شهر خواندنی میبرم. گوش کن. کاری تو با دختر من چیه؟ دختر من در کوچه نمونده که هر کس او را به شهر بره. معلم باشی معلمی تا کردن گیر. خاله مونشه روا بخش بیاوا. سمندر تو به فرزندی کس چیکار داری؟ چی به ما این گپا را نمیشنوم؟ اکای نظر شما شب و روز در کار بوده. ندیدین که دو بچه‌تون به زنگیری را رسیدن. اول نامی هدیه رو با یوسفتون بدنام کردن. اکنون نوبت اینش رسیده. مربر ایستا بای طرف های کن. چی با داده؟ گفتم بای طرف.
دادا جون چیکار میکنی؟ دادا چیکار میکنی دادا؟ دادا التماس برو دادا جون. نه مرا محکم کن خوکا گردان. بیاین برو التماس دادا جون بیاین. تو از بی‌پویی و بی‌حالی من استفاده بردی. با خدا قسم من به زن جنگی خیانت نکردم دادا جون. بلعوری خدا بخبر با خانه زنی چودار حق نداشتی درایی. من فقط کاری کردم که دخترش درس ایلوگی دادم دادا جون تمام. بیاین برو. آبرو ریختی تو آبری کسب من را ریختی آبروی معلمی را ریختی. من خدا قسم دادا جون من تو دستی باید نخبیدم. بیاین نویم دادا جون خاکی با تو میشم. من بغیر شما کسی ندارم دادا جون. التماس برار خانه خوب گفتی لیکن اگر در بالاش یک درخچه می سبزید بسیار عجیب میشه. میکنم همشه میکنم دادا جون. باور میکنم. بله بیار سمندر جان. همین درخچه را ببری قبرستان همجا وجدانی فهمیدی؟ همین روز ببری. بچه منم رنگ میکنم. بچه معلمم اومد. السلام علیکم. سلام شیرین. کجا میروی؟ درخشنانی. بچه کدی معلم روم؟ برا آب بیار. سلام هدیه. چیکار میکنی؟ پیش عمکی نظر میرم. میگم که این همه تهمتن. اگر خواهی زن اکی محموراد یا اپی شمعی گول بگن. نه در کار نیست. من خدمتم دهان خیفلوسا رنگی نصرات محکم کنم. دهانی بعضی ها را میبندی. آوازه ها را چه میکنی؟ چی به پدرت برای یوسف خواستگاریم نکرد؟ چی به خانواده ما قهر کرد؟ دنیا به آوازه نمیشه و هدیه. من باید روم. کجا میره؟ سر قبری دادم. درخت میشنونم. چند سال اگه پدر تپاش میکنی؟
ماندگی عمرت آب کشانی می شود؟ اگر این درخت سبز مونه تیارم که یک حیات آب کشم. درخت هم مثل زنه. نگاه بین که داشته باشه سرسبز میمانه. نموری هدیه. هیچ از شوخی بچگیت نموندی. هدیه یوسف میخواست که با روزگی خانواده‌تون توی بابرو کنه. ها گفت. چی در کار بود همو آبرو؟ ما چی گناه داشتیم؟ چی به ما را جدا کردن؟ دیگر طاقت تنهایی و گپ و کلاچه تاخ شید. خیر نگو هدیه. جنگی میآید. شیرین هم داداش میبینه. تو زندگی مرا ای کجا میدانی؟ همه این سالها فقط در حسرت دیدار یوسف بودم. مغرور بود. طاقت کن گفت و رفت. من سادی هم راضی شدم که از زودی میآید. هدیه شو داری فرزند داری همش نصیب بود است. شو میگویی؟ کدام شو؟ تاوی ظلم و طعنه یکمان نکردم و راضی شدم که شم شوه. شوی که شب اول خانه‌داریش با ظلم و شدب و خاری و زاری زندگیش سر شد. از رشک و نفرت به یوسف او هم رفت بعد یک ماهی تو ایمان برسیه. گم و گمنام شد. رنگ یوسف نصیبه بگویی؟ فرزند بگویی؟ ها نصیبی هم از یک ماهی زن و شوی همین فرزند شد. فرزندی که یک بار نوازش پدر را ندید به جز تعنیه تقا و انگشتی همسایه ها. جنگی که آمد بارو دم و جمع کنم راهم با او بازم دوباره غلامش شدم. بیزار شدم. دیگر نمیتونم جور و جفای نامردا رو بکشم. هدیه به عقلی نکن. شیرین چی میشه؟ خانواده تنها فکر کن. همسایه چی میگن؟ قشلاق چی میگه؟ نمیگن که ابی یوسف بوده. ها گناهکارم. جوری گناه ها من به لطفی اکی تو میکشم. کجا شید مهربونی ها و وعده هایش که مرا دوست میدارد که به من نمیتواند زندگی کنم؟ باوروش کردم. آخه جار کردن به یک زنی مشتی پر گناه نیست؟ کی جواب این گناه ها را میگه؟ تو؟ یوسف؟ پدرود؟ یا عرفه و محموراد؟ همسایه ها؟ ما همه همسایه سمندر. برو سری قوره پدرت. بس. سلام علیم. شیرین برو خونه و تات اومد. اما توبی چی گپای؟ اینجا؟ جنگی اومد. شوی هدیه رو زد. موکشه کرد. و تم گفت که با قشلاق حالی نیاین. هدیه چی گناه داره؟ نمیدونم. گویی که گفته باشه با یوسف که ندادنش با خونه جنگی نمیره. ودود چی میگه؟ ودود فقط نمی شما را میگیره. نمی بابای نظر یوسف حقارت میکنه. جنگی میگه میکشمشه. تو نکشمشه هیچ جا نمیره میگه. خونه شما رفت. شما را گفت. ما گفتیم شما در قشلاق نیستی. نروی قشلاق. و تام گفت. والا میخه گفت. ها. کو رفتیم؟ کنی بینیم کشتنش چی میشه؟ معلم بسته. معلم و تام گفت نروی بسته.
دیوانگی نگو گفتسیان با خوبی میگم برو آخه همش خوب بشه برو هاتیا سلام جهانگیر. تو کجا آمدی؟ این دایوسکی رفت دادی خانه ده تاوره مرا که محمود یه بس که دینه همه تا رو بینجا چیکار بازی؟ تبارا چون میکنی؟ مهد شرگی جهانگیر تو نکیم خطا میکنی. خانه برا پدر تیز رو تست رو همه تماتون داره بین همه داره بین اینجا تماشا بین چی نگشت دیده؟ ها؟ چی تماشا میکنه؟ انا همین است جهل انسانی. ای مردم هیچ کس هیچ جا نمیروه هیچ کس هیچ جا نمیروه کنسرت من سرشی جنگی جواب مراته اگه مردی جواب مراته دلو گرده داری جواب مراته تو دل گرده نداری اما من دارم من میگم شاهدی مردم جواب دادم شنیدین جوابش دادم من جوابشو دادم مردم این کار نادرست است مردم این کار نادرست است مردم زن حقوقی جواب دادن مرد را ندارد مردم این کار نادرست است از روی شریعت نیست اکی محمود گپ زنین آخیر اکی محمود شما گپ زنین من این نازکی ها را نمیدانم زکس میداند داد از دستت اولادی زرداد خان آیله ما کسیف کردین اکی محمود چی نمیدانم خوبش خانه روین چی خیلی خانه ما که ها سوخت ما دست این مردک سوختم جنگی تو خشت تباری همین خیلی من خشت تبار گفته یک بار خواهرت گرفتم جنگی اول فکر کن با گپ زن تو گودک داری دخترچه داری تو درباره این فکر کن اگر زن و بچه تا نبری دیگر روشان و نشان نمیتون بچه هم ریخ چه میو بابا زنم شیرین بگی هدیه تو حقی 100 بار حقی من در پیش همین مردم طلاق دادم مرا ببخش Граница Узбекистана, просыпаемся. Проверка документов. Я гонга пиздет, а ты гап на мезанем. Акадион, кали хесем асхоп. Хесем, таптиши уджато. Хесем. Хушкалипсис. Бека келем. Добро пожаловать. Переготовьте документы.
Долго был в Москве? Около 7 лет. Что сделали? Ну, работал. Вещи есть тебе? Давай сюда. Что это? Талисман. Ну-ка покажи. Кто послал? Уловок? Нет. Это кто тебе? Уловок это кто тебе? Тоза был? Вагону больше нет. Зачем взяли? Это горсть земли, когда уезжаем далеко из дома, с собой берем. Ваши документы. رحیل فقط ساعتی در جنازه معلوم نظر گذاشت شورت شورت فقط ساعتی در جنازه معلوم نظر گذاشت صلات جنازه مومن دریاب صلات جنازه مومن دریاب صلات جنازه مومن دریاب صلات جنازه مومن دریاب اوی مردم همتون به جنازه معلم نظر جمع شوید ای مردم همدیارای عزیز خیش و تبارا همسایه ها همتان معلم نظر زردادخانوف معلم خدمت نشان داده SSSR یک مرد به آزار خدا را میشناخته او برای مردم خود برای دیار خود خدمت های با سزا کرد
انا در بری من جگربندی او سمندر ایستاده است. اگر یگان کس دعوا داشته باشد ارزان برید، کوه برید. اگر قرض داده باشد هم بش را سمندر جبران میکند. منت نکنید. یگان کس هست؟ اگر نباشد صف کشیم. بندیت باشید. الله اکبر. شیرین جان تراوکی دوری بعد آمده. التماس نکی فراموش نکن که درخت آبتی. خب خب معلم نکی مدد یکی تستر برمیگرده. همی که یوسف یافتیم تیز برمیگرده. بایلش خیلی شیرین جان. سامع اهل قبور آسوده بخوابید. قیامت نزدیک است. این قبر پدر معلمی ما است. یک هفته پیش پدر معلم وفات کرد و بعد دفن پدر او به جستجوی برادرش برای یوسف رفت. ولی از معلم هنوز درکی نیست. ولی مادرم میگوید که او هم حتما برمیگردد. من به معلم قول دادم که هر روز تمام تابستان این درخت را آب میدهم. مادرم هر روز خونه آنها را روبچین میکند و چراغشان را فروزان میدارد. ولی ما چیزی را گم کرده ایم. اما یکان خصلت کار و گفتار معلم را به یاد نیاورند. ولی زیباترین چیزی که ما گم کردیم خنده های معلم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. نام تو چی؟ شیرین. نام شما چی؟ من یوسف.